Sambusa sho'rba یک چند سال پیش تاشکند رفته بودیم چه سری برای چهاردهم همونجا همین دیده خودگی بودیم سونه اینجا اومدیم بعد چند وقتش بعد چند سالش دیدیم که یک آشخانه کشوی گفته که فکر کردیم زیر کنیم که همون چیز نباشه تاجیکستان هم جنبه نباشه از سال 2000 سپتامبر همین برای اومدیم همین کار برای که سمبوسه شوربه پختن این اصلش یک ساعت و 10 minut وقت بگیره ایبه گوشت لازم پیاز سونه برای پریپلاش زیره تخم کشنیج موج نمک قلنفری سرخ لازم برای مرینوف کرده باید باز مرینوفکش هم 2 ساعت با میفته استفاده نشده سونه وقتی تستش کردم آب سونه ریحانی مارگارین لازم و خمیرش هم دم میفته نشده نیم ساعت دم میگیره وقتی که سمبوسه رو میبندیم تیار میکنیم وقتی که درش به تخم کنجدچی میچوشیم سونه وقتی که به دخوفه به تفرون میگذاریم و در حرارت 200 گرادوس مدت 50 minut تیار میشه اما همون عصبه که سمبوسه شروع میفتگیم که این خوب و وقتی که این حرارت مولبه میپزد 50 minut میپزد و خودش سال جدا میکنه همون سبب این سمبوسه شروع میگیم اکنون من این اوقات ببینید من گفتم که در یک طعام دو نمودی طعام میخورید هم سمبوسه هم در درونش شوربا این چیزهای نوگانه من بسیارتر میخواستم که همه کارمندان خوراک‌های عمومی بیشتر اینا آبشیپیک میگفتن همین بسیارتر طعام‌های نو اختراع کرده ایستند تیار کنند چون که خلق همین روز چیزی نغزه چیزی بامزه میکوبد